پراید فروخته بودم و الان خیلی حوصله‌ام سر رفته. همینطوری که داشتم توی گوشه میچرخیدم و چشم به بد چیزی خورد که حواسم رو عجیب پرت کرد. آره، مثل اینکه خودشه. ماشین بعدیمو پیدا کردم. این یه سیلو با کارکرد 478,000 کیلومتره، در شرف تموم شدن، با نگهداری به سبک بیخیالی. پیچای خودکار زیادی تو بدنش فرو کردم، از همه جاش روغن بیرون میرزه. اما جالبه هنوز سرپاس، روشن میشه و راه میره. ماشین رو از همدان خریدم و باید کل مسیر رو تا تهران روی پای خودش می اومد. فرصت خوبی بود که تستش کنم و کل پروسه خرید و تصمیم گیریش فقط 1 ساعت طول کشید. این هم نماییه که پشت فرمونش دارید، شیشش شکستگی عجیب غریب زیادی داره. من دارم فقط خدا میکنم که بهم گیر ندن. تا اینجای کار یه چیز هولوهوشه، فکر کنم 30 کیلومتر بیشتر باش نیومدم، ولی کم کم داره از این لعنتی خوشم میاد و جنازش هم به پراید میارزه به نظرم. هر جا که دستشون اومده یه پیچ خودکار من بوغش رو دوست دارم. یه اینجوری بزنید کار میکنه. تسلا میرسه اونایی که تسلا دوست دارن یا سوار میشن. روزی که مکانیک خودرو رو برای ادامه تحصیل انتخاب میکردم فقط به خاطر علاقه به ماشین بود. انگار اصلا هیچ علاقه به آچار دست گرفتن نداشتم و بیشتر از دست دادن به موتور، گیربکس و آچار عاشق دست دادن به فرمون و دنده و صدای موتور بودم. اما کار روی اون پراید بژ یه تجربه باحال جدید بهم داد که باید زودتر از این احساسش میکردم. یه تیکه از رنگ ماشین داخل دستگیره دره. میرسیم به اینکه این چیه؟ این تصمیم کولرشه که فعلا کولر نداریم. این روکش صندلیاشه و این صندلی رو نگه داره. پشت صندلیش ببینم چون الان دست پایینه. یه فشار بیارم میرم. صندلی اصلا پیچ نداشت. زیرش این شکلیه. واقعا باید ماسک میخرید. 95. خیلی سریع بیفور افتر از این سمت که تمیز شده و اون سمت که تمیز نشده داشته باشین. اینجاست که متوجه فرق میشید. این رندوم ترین پیچ و واشرهایی که تا حالا تو زندگیم دیدم، یعنی کلکسیون میشه ازشون درست کرد.
زیرش هم تقریبا سالمه، یه خورده ضربه داره. اینجا رو نم کشید کنه. قشنگ معلوم نیست که چی ریخته. نم کشیده، کامل نم کشیده و اکثر بو فکر کنم از همینه. بله میزنش کنار کامل. حماقت کردم که ماست نگرفتم، زدم تو دلش، داشت دیر میشد. وحشتناک 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 وحشتناک. همینو باید مستقیم ببرم بندازم بیرون. وحشتناک. خب روزشتم خوش بشه که کسافت لجن نده. همین مکتا رو در بردیم. اونجا یه جاری دوباره میخواد، یعنی کلن یه شستشون میخواد. این زیر تقریبا همه چی پیدا میشه. فکر کنید تخم کفتن زیرش باشه. در پوشم شکسته، اینم باید عوض کنیم. بقیهش سالمه. وقتی در مورد 4 ستون ماشین صحبت میکنن میگن 4 ستونش سالم باشه، معنیش یه همچین چیزه. این بسته همه فابریکه، کثافتکاری توش نیست. کد اتاقم اینجا میبینید هک شده و همه چی فابریکه دیگه. من چیزی نمیبینم اینجا که شکستگی داشته باشه، جوش دوباره شده باشه. 4 ستون ماشین باید اینجوری باشه. بیرونش هر چقدر لجن باشه باز مهم داخله. اینا رو همه باید یه مرتب کنیم. کابلایی که توی داشبورد عوض شده اینا رو باید همه تمیز کنیم. از اول که کار آقا عارف جیم زده، فعلا نیستش.